به نام خدایی که قلب‌های مهربان را آفرید. بی هیچ دلیل. نویسنده خانم ناهید گلکار. راوی سودابه. قسمت 40. با خودم فکر کردم ثریا تو کی هستی؟ داری چی کار میکنی؟ 1 سال این بچه توی کلاس تو بود و تو اصلا متوجه نشدی که چقدر غمگینه. انگار تو این دنیا فقط تو هستی و تو. میبینی که غم تو در مقابل این زن اصلا به حساب نمیاد. مشکل این زن بیشتر از یه زندگیه، چون اون داره برای 3 دخترش میسوزه و هیچ راه نجاتی نداره. مونده بودم بهش چی بگم. پرسیدم خونت کجاست؟ برسونمه؟ گفت کوی طلاب خیابون گاز. تو راه بهش قول دادم که هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام بدم. وقتی قول دادم هنوز نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط میخواستم اونو نجات بدم. به محمد تلفن کردم و گفتم باهات کار دارم. اگه میشه یه سر بیا پیش من. محمد نگران شده بود و پرسید اگه مهمه الان بیام چی شده؟ گفتم نگران نباش. میخوام اگه زحمتی برات نباشه کمکم کنی. محمد فکر کرده بود اتفاقی بر من افتاده. به سیمین خبر داده بود خودشو برسونه به من. من تازه رسیده بودم خونه که سیما و سیمین اومدن پیشم. سیمین که نمیتونست نگرانیشو پنهون کنه هراسون پرسید چی شده ثریا جون؟ از بابک خبری شده؟ بچت خوبه؟ گفتم الهی بمیرم. ترسیدین؟ نه بابا، یه موضوع دیگه است. برای یکی از شاگردام مشکلی پیش اومده. میخواستم با محمد حلش کنم. ای وای، بهش گفتم چیزی نشده. چرا باور نکرده؟ ببخشید تو رو خدا. سیما ناراحت شد و گفت حالا چی شده که اینقدر مهم بوده؟ تعریف کن ببینم. من همینطور که براشون چای آوردم و ازشون پذیرایی میکردم جریان رو تعریف کردم. سیما گفت تو رو خدا ول کن این حرفا رو. خودمون به اندازه کافی داریم. حوصله غم و غصه دیگران رو نداریم. گفتم سیما جان همینه. درست همین کاری که همه ما میکنیم. فکر میکنیم از مسائل مهم اطرافمون بگذریم خلاص شدیم. در حالی که از تو این خونه ها بچه های بزرگ میشن که مثل بابک فردا مشکل من تو میشن. از کجا میدونی خدای نکرده فردا یکی از همونا سر راه سگور قرار نگیره؟ بعدم نگیره، مگه ما آدم نیستیم؟ باید یکی بالاخره یه کاری بکنه. همه دست رو دست گذاشتیم و فاجعه‌ای که تو عمق جامعه ما اتفاق میفته رو تماشا میکنیم. استدلالمونم همینه که ما به اندازه کافی خودمون بدبختی داریم. راستش من دیگه نمیتونم ساکت بشینم، چون به سرم اومده. خدا بابک رو جلوی پای من گذاشت. دلم میخواد یه کاری بکنم و میکنم. سیما گفت با یه گل بهار نمیشه. گیرم که تو مشکل این زن رو حل کردی که بعید به نظر میاد. با بقیه چی کار میکنی؟ گفتم راست میگی، با یه گل بهار نمیشه. همه باید این کارو بکنیم. من تنها و تو تنها نمیشه. زن باید حرمت پیدا کنه، حق و حقوق اون توی خونه معلوم باشه. بچه ها باید تحت حمایت قرار بگیرن تا اینقدر صدمه نبینن. بالاخره من میخواستم ببینم راه قانونی داره که حق و حقوق اون زن رو بگیریم یا نه. چون میدونستم داداش آشنا داره خواستم ازش کمک بگیرم. محمد تا جریان رو شنید ناراحت شد و گفت صبر کن، نگران نباش، یه کارش میکنم. نمیذارم اون زن اینقدر اذیت بشه. وای وای، 3 دختر. به خدا نمیدونم بعضی آدما چطوری هستن که به فکر دختر خودشونم نیستن. و گوشی رو برداشت و به چند تا دوستش زنگ زد و با چند تا وکیل صحبت کرد. نتیجه کار این بود که فهمیدیم اگر شکایت کنیم و بخوایم حق و حقوق اون زن رو از شوهرش بگیریم، خیلی شانس با ما یار باشه و تو دادگاه موفق بشیم 1 سال طول میکشه تا شاید یه قاضی بیطرف پیدا بشه و فکری برای اون زن بکنه. گفتم من اصلا نمیدونم اون زن میخواد که از شوهرش شکایت بکنه یا نه، چون اون به سوختن و ساختن فقط فکر میکنه. بیا با شوهرش حرف بزنیم، شاید خودمون تونستیم مشکل رو حل کنیم و اون زن رو نجات بدیم. محمدم با من موافق بود. گفت حالا میریم جلو تا ببینیم با کمک خدا چی کار میشه کرد.
وقتی اونا رفتن احساس ناتوانی و عجز کردم از اینکه کاری از دستم بر نیاد. دیدم که این مشکلات توی جامعه ما زیاده. کسی نیست که از تو خونه های این شهر اونا رو بیرون بکشه و به درد این زنا و بچه های اونا که با همین درد بزرگ میشن برسه. اونا آدمایی میشن که سایه های سیاه همه وجودشونو میگیره و باز باعث بدبختی عده دیگه میشن. واقعا اگر جایی بود که از حقوق خانواده دفاع میشد، راهی بود که آیندگان ما زندگی بهتری داشته باشن. زهرای باهوش توی اون خونه یاد میگیره که همه اون استعدادهای بی‌نظیرشو به کینه‌ورزی و بدبینی نسبت به دیگران صرف کنه. خلاصه فردای اون روز نزدیک غروب من و محمد رفتیم در خونه زهرا و در زدیم. خود آقا نصرت در رو باز کرد. من جلو رفتم و گفتم سلام آقای یزدانی، من معلم زهرا هستم، با شما کار دارم. دکمه‌های لباسشو بست و کمی دستپاچه شد و گفت بفرما تو، زهرا چه دست گلی به آب داده، ناموسی که نیست انشالله. گفتم نه میشه بیاین بیرون باهاتون حرف بزنم. گفت شما تشریف بیارید تو، بفرما خونه فقرا، البته کلبه خرابه ما قابل شما رو نداره، بفرما. نگاهی به خونه انداختم، اونقدر کوچیک بود که برای من باور کردنی نبود. زهرا و زهره و مادرش اسمت خانم رو از پشت پنجره دیدم. به خدا قسم نگاه التماس آمیز اونا از همونجا احساس کردم. گفتم اگه میشه شما بیاین بیرون، تو کوچه حرف میزنیم. محمد خودشو معرفی کرد و مؤدبانه باهاش دست داد. من شروع کردم ببینین زهرا و زهره هر دو درسشون ضعیف شد و گویا تو خونه دچار مشکل شدن و این مشکلات نمیذاره درس بخونن. میخواستم خواهش کنم یه جلسه بذاریم تا ببینیم برای این مشکل چه فکری میتونیم بکنیم تا این بچه ها صدمه نبینن. برآشفته شد و صورتش تغییر کرد و با صدای بلند گفت تقصیر مادر بیشعورشونه، بلد نیست چی کار کنه. احمق، به جای هر کاری برای بچه ها تو گوش بچه ها میخونه و جیگرشونو خون میکنه. گفتم شاید دل خودش خونه. گفت خورده، اون فقط کلفتی بلده، به علی قسم میخواستم بندازمش بیرون، مثل کنه به زندگی من چسبیده. به جای اینکه به درس بچه ها برسه دائم داره زر میزنه. گفتم شما میدونی چرا گریه میکنه؟ بالاخره اونم آدمه. گفت خانم نمیخوامش دیگه، زور که نیست. گفتم خب این که نمیشه، اون جوان بوده اومده تو خونه شما، 3 بچه ازش داری، حالا کجا بره؟ شما یه زندگی جدا براش درست کنی که با بچه‌هاش زندگی کنه. صداشو بلند کرد که این کار خود پدرسگشه، شماها رو انداخته به جون من. خانم من از کجا دارم؟ یه راننده کامیونم، خرج همین خونه رم به زحمت در میارم، بره گمشه پیش داداش سگ مذهبش، من پول اتوبوسشم میدم، ولی بره، خسته شدم به خدا. گفتم خیلی ممنون که به حرفم گوش دادین، مرسی. حالا میشه پس خودتون یه کاری بکنین؟ به زهرا بگین تا امشب درسشو خوب بخونه. گفت خانم به حرف این زن دیوونه گوش نکنین، این خونه منو تو شیشه کرده، عقل نداره. من رفتم سفر اومدم دیدم رفته تو خونه مردم کار میکنه. از در دروازه که اومدم تو همه میگفتن زن آقا نصرت کلفتی میکنه. گفتم بله حق با شماست، میشه بگی زهرا بیاد؟ محمد با تعجب به من نگاه میکرد و با سر میپرسید چی کار داری میکنی؟ پس چرا جا زدی؟ صدای یک زن از پشت در اومد که با اشوه گفت بیاین تو آقا نصرت، عصبانی نشین، پرشون کردم، معلوم نیست رفتن چی گفتن که اومدن در خونه، ولشون کنین، بیاین تو آقا. آقا نصرت رفت تو و یکم بعد با زهرا اومد جلوی من و ایستاد. گفتم من با پدرت حرف زدم، قرار شد امشب خونه ساکت باشه تا شما و زهره درس بخونین، قول میدی؟ گفت بله خانم. گفتم پس تو رو خدا آقای ازغندی امشب رو سر و صدا نباشه تا بچه ها برای امتحان حاضر بشن. ببخشید مزاحم شدیم و مرسی که به حرفای من گوش دادیم. و با احترام خداحافظی کردم و از اونجا رفتیم.
چند قدم که دور شدیم محمد دیگه طاقت نیاورد و پرسید چی کار میکنی؟ من نفهمیدم، پس اومدیم اینجا چی کار؟ گفتم مگه ندیدی فایده نداشت، اگه بیشتر وارد میشدیم بدهکارم بودیم. اون تلافی همه چیز رو سر اون زن بیچاره در میاره. آدم نفهم و بیشوری بود، بحث اینطوری فایده نداشت. ولی همونجا یه فکری به ذهنم رسید که حتما اونو عملی میکنم. فردا توی مدرسه موقع رفتن زهرا رو کشیدم کنار و گفتم من تو رو میرسونم، برو خونه به مادرت بگو بیاد بیرون، من باهاش کار دارم. وقتی اسمت خانم با ترس و لرز اومد، قیافش طوری بود که انگار داره خطایی بزرگ مرتکب میشه. ازش پرسیدم دیشب مشکل پیش نیومد؟ گفت نه. ولی هر دوتاشون خوشحال بودن و متلک بارم میکردن. میگفتن همه فهمیدن که من احمقم. گفتم حاضری حقتو بگیری یا میخوای همینطوری زندگی کنی؟ پرسید چی کار کنم؟ من باید بچه‌هامو نجات بدم. گفتم اساس خودتو بچه‌ها رو جمع کن طوری که اونا متوجه نشن از قبل آماده کردی. چادرشو کشید رو صورتشو، گفت نه بیام بیرون دیگه نمیتونم برگردم، اونا از خدا میخوان، من جایی رو ندارم برم. گفتم چرا داری؟ یه جای خوب برای خودت و بچه‌هات. میاین خونه من تنها تازه حامله‌ام هستم، احتیاج دارم کسی پیشم باشه. بهت قول میدم کاری کنم که هم برات خونه بگیره هم خرجی بهت بده. تا اون موقع خودت و بچه‌هات اذیت نشین. بعدم تا اینجا باشین کاری نمیشه کرد. پرسید خب چی کار کنم؟ گفتم ساعت 7 شب من اینجا هستم و منتظرتم. یه دعوا شروع کن، کاری کن که خودش تو رو بیرون کنه، چون فکر میکنه که جایی نداری بری و خودت برمیگردی، دنبالت نمیاد. بعدم دیگه نمیتونه بگه خونه رو ترک کردی، چون خودش بیرونت کرده. خودتو برسون به من، دیگه قصه نخور، ببینم چی کار میکنی. امشب ساعت 7 یادت نره. اون شب از مهران خواهش کردم با من بیاد، چون معلوم نبود چه اتفاقی میافته. ساعت از 7 گذشته بود ولی از اسمت خانم خبری نشد. ساعت نزدیک 8 بود که از دور صدای جیغ و فریاد رو شنیدم، ولی فقط سر و صدا بود و شیون یک زن و بچه‌ها. با خودم گفتم ثریا بازم اشتباه کردی، اگه اونو بزن و بلای سرش بیاد چی میشه؟ سر و صدا کمتر شد ولی من بازم منتظر موندم. مهران نق میزد که نمیان، دیگه بریم؟ که دیدم سر و کله اسمت خانم با بچه‌ها پیدا شد. فوراً ماشین رو روشن کردم و تا اونا سوار شدن با سرعت از اونجا دور شدم.